سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. ما قراره داخل این دوره ما قراره یه همچین سایت بازی برای خودمون بسازیم با بودجه 2 میلیون تومان. ما تا 2 میلیون تومان هزینه کنیم برای سایت و شروع کنیم ازش کسب درآمد کنیم و از پولی که از خود سایت در میاریم دوباره خرج خود سایت کنیم، سایت های بهترش رو به سوددهی بریم. در اصل قراره که ما دامنه سایتمون رو بخریم و وصلش به هاستمون. بخوام براتون یه مثال قشنگ بزنم. وقتی یه خونه باید بخرید به آدرسش دقت کنید که کجا باشه و چه منطقه‌ای باشه. دامنه میشه اون مسیر، یعنی اون آدرس. مثل همین سایتی که دارید می‌بینید pidogame.com که حالا هر اسمی که شما دارید میتونید بذارید. بهتره یه اسم جذاب برای برندتون بذارید. در آینده خود برند همین اسم قدرت بده. ما اسممون رو انتخاب کردیم. زیرو پلی هست، zeroplay.ir هست. می‌خوایم بخریم. شما میتونید از دامنه‌های دیگه استفاده کنید. دامنه‌ها چند دسته هستن: .com، .ir، .net و خیلی چیزهای دیگه. معمولاً .com و .ir و .net تو ایران خیلی پرفروشن، پر استفاده‌ن. تفاوت چندانی با هم دیگه ندارن، یعنی نه تو امنیت، نه تو سرعت، نه تو هیچ دیگه. فقط دامنه خارجی باعث میشه که شما بتونید تبلیغات خارجی بکنید. مثلا داخل گوگل ادز میتونید سایتتون رو تبلیغ کنید. به کار ما ایرانیان نمیاد چون تحریمیم و خیلی مشکلات دیگه داریم. ولی بازم راه‌هایی هست برای تبلیغ سایت ایرانی که حالا تحریمه، ولی باید دامنه خارجی داشته باشین، مثلا .com یا .net. .ir رو نمیشه چون تحریم. حالا ما برای شروع کار می‌خوایم از .ir استفاده کنیم. برای خرید دامنه .ir ما باید وارد سایت new.nick.ir بشیم یا nick.ir. nick.ir سایت قدیمی ایرنیک برای خرید دامنه .ir. نیونیک سایت جدیدشه. من پیشنهاد از نیونیک استفاده کنید که هم گیج نشید، هم جذاب‌تر باشه و هم راحت‌تر. تفاوت حالا دامنه .com و .ir تو خریدش: دامنه .ir بعد ثبت نام کنیم، یه احراز هویت کوچیک بکنید که بفهمن ما مالک دامنه هست. ولی دامنه‌های .com نیاز به احراز هویت نداره، شما فقط با داشتن یه دونه جیمیل میتونید که دامنه .com. ما می‌خوایم .ir بخریم چون قیمت پایینی داره و برای شروع کارم خوبه. وارد سایت new.nick.ir میشید. از اینجا ثبت نام کنید. شما بعد این بخش میشه شخص حقیقی هستیم. ادامه رو میزنیم. کد ملیتون میزنید. بعد از اینکه کد ملیتون رو وارد کردین وای میسین کپچه حل بشه، سبز رو ما بده. میبینید که کد ملی من قبلا وجود داشت. خیلی خوب، دیدیم که من با کد ملی اومدم وارد بشم و گفت همچین شخصی وجود داره با همچین کد ملی. اصلا نمیتونم ثبت نام کنم. ثبت نامش هم کاری نداره. شما همین بعدی هر چیزی که ازتون میخواد بهش بدید تا برسید به قسمت آخر رو بتونید وارد بشید. ما به یه شناسه نیاز داریم به اسم ایرنی. شناسه وقتی شما ثبت نامتون رو انجام دادین، شناسه به شما داده میشه که دامنه‌های .ir که می‌خرید روی این شناسه ثبت میشه. حالا من وارد اکانت خودم میشم تا شناسه رو بهتون نشون بدم کجا میتونید پیداش کنید. دامنه‌هایی که من دارم و شما ببینید، من مشکلی ندارم. این شناسه اینجا شناسه است که من براتون حالا بلورش کردم که نتونید ببینید. دامنه‌های منه. شما وقتی دامنه نداشته باشید اینجا بهتون چیزی نمایش داده نمیشه. این قسمت شناسه، مشخصات شناسه که بزنید اینجا نوع شناسه حقیقی، پایین شناسه. ما وارد این بخش میشیم. برای نوع که حقیقیه، پایین شناسه خودمونه، شناسه اینیکمون که میتونیم بر اساس دامنه خریداری. حالا شما میتونید از سایت های دیگه دامنه بخرید، دامنه .ir یا با چیزهای دیگه که باید حتما برای دامنه های خارجی از شرکت های واسطه استفاده. ولی اگه دامنه .ir میخواد من پیشنهاد میکنم که خودتون خریداری کنید. با همین نیک میتونید خریداری کنید و به کسی هم وابسته نباشید. این قسمت شما میتونید هفت دامنه بزنید، دامنه‌ای که دوست دارید رو انتخاب کنید و بخرید. حالا من دامنه‌مو انتخاب میکنم زیرو پلی. این بررسی که بزنید میگه آقا این دامنه در دسترس نیست.
یا خریداری شده یا فیلتر شده. اکثرا خریداری شده. حالا من یه اسم دیگه انتخاب میکنم، بررسی رو دوباره میزنم، دامنه برای ما اینجا انتخاب شد. شما نیاز نیست به چیزی دست بزنید، چون قرار نیست کسی به دامنه‌تون دسترسی داشته باشه. همون این تیکایی که می‌بینید بذارید فعال باشه تا همه چیز برای خودتون ثبت بشه. اینجا میتونید 1 ساله یا 5 ساله برای خودتون دامنه خریداری کنید. من 1 ساله خریداری میکنم و بازنگری رو میزنم. وقتی بازنگری رو زدید دوباره میبینید که همون مشخصات رو داره نشون میده و اینجا داره ایرنیکتون رو دوباره نشون میده. بازم کاری با این نداریم و اینم قوانینه که میتونید بخونید. اگه قبول داشتید قبول کنید، ما قبول میکنیم و ثبت تغییرات رو میزنیم. اینجا دامنه برای ما با موفقیت ثبت شد. فقط به الان پرداخت کنیم که دیگه مال ما بشه. از اینجا پرداخت رو میزنیم، دوباره پرداخت رو میزنید، ببینید که مبلغ 60,000 تومان باید پرداخت کنید برای 1 سال. صد نوتی ما تا اینجا 60,000 تومان به سایتمون هزینه کردیم و دامنمون خرید. خیلی خوب، ما الان آدرس سایتمون رو داریم یا همون آدرس خونه که بخواید حساب کنید. ما الان آدرس رو داریم، فقط مونده اون زمین رو بخریم که بتونیم داخلش خونمون رو بسازیم. زمین ما اینجا بشه هاست. باید نیاز داریم به هاست یا سرور. تفاوت هاست و سرور خیلیه. تو سرور اختصاصی برای خودتونه، سرعت خیلی بالایی داره، امنیت خیلی بالاتری داره و معلومه هزینه خیلی زیادی هم داره. ما میتونیم از هاست‌های اشتراکی برای شروع کار استفاده که من اکثر سایتام همینجوره، خطری هم نداره. من از میزبان‌فا خریداری میکنم، پشتیبانی خوبی داره، سرعت خوب داره و قیمت مناسب. خیلی خوب، شما میخواید ثبت نام کنید داخل این به ورود یا ثبت نام میزنید. از این پایین ساخت اکانت جدید رو میزنید. وارد این قسمت نام، فایل، ایمیل، آدرس که باید بدین، این که اختیاریه، رمز و تمام. یا چیز خاصی نیست. تا اینجا من چون اکانت دارم وارد میشم، میخوام هاست بخرم. یه هاست ارزون قیمت برای شروع کار میخرم، ماهیانه پرداخت کنم. ببینید که الان من میخوام وارد بشم، از من کد تایید میخواد. هاست یه بخش مهمی از سایت، من کد تاییدم وارد میکنم. به من وارد شدم، سرویس ها رو به من نشون میده، دامنه هایی که ازش خریداری کردم به من نشون میده و صورت حساب که من ندارم. شما همه اینو باید صفر باشه چون تا حالا نیومدین، یا اگه دارین که مشکلی نیست. از این قسمت تو بخش سرویس ها سفارش سرویس جدید رو میزنید. هم یه دونه هاست یا انواع هاست ها رو میتونید ببینید. هاست اشتراکی از 49 تومن شروع میشه، هاست وردپرس از 79 تومن، ووکامرس 179 تومن، اختصاصی هم این قیمتشو ببینید که بیانه از 2 میلیون تومن شروع میشه. ما چون سایت تازه تأسیسی داریم و شلوغ نیست و نیازی به منابع زیاد نداریم، هاست وردپرسی استفاده می‌کنیم. هاست وردپرسی مینی این 79 سفارش میده. این قسمت از ما میپرسه که دامنه دارین یا می‌خواید دامنه جدید براتون ثبت کنیم. ما میگیم دامنه داریم. وقتی دامنه داشته باشیم اینجا دامنمون رو وارد می‌کنیم. اینجا هم داتایا رو انتخاب، داتش نیاز نیست، آی آر و استفاده. وارد این بخش میشید. ما میخواد 1 ماه پرداخت کنید، همون 1 ماه میخواد. اینجا به چیزی نداریم دیگه، دست نمیزنیم چون قرار سایت خودمون بسازیم و اینجا ادامه رو میزنیم. وقتی ادامه رو زدید برای این شخص داره خریداری میشه که خودتونید و تایید کنید. اینجا چیز دیگه نداریم، باید فقط شرایط رو قبول کنید و پرداخت نهایی رو بزنید. به این بخش میرسید، پرداخت فاکتور هم میزنید و از اینجا دیگه شما به صفحه پرداخت و شماره کارت و رمز دوم پرداخت کاری نداریم. چون نیاز نداریم برمیگردیم به عقب، کار خاصی نداریم. بعد از اینکه خریداری کردید میبینید که هاستتون اینجا نمایش داده میشه. این هاستی که من برای سایتم خریدم، زیرو پلی داتایا، بازش میکنم، کلیک روش بازش میکنم. اینجا مشخصات سایته. شما برای اینکه بتونید دامنه رو به هاست وصل کنید نیاز دارید که
از DNS های هاست ایزمافا استفاده. اینا DNS هایی هستن که ایزمافا به شما میده که بتونید دامنه رو به هاستتون وصل کنید. ما برمیگردیم به همون صفحه خودمون یا دامنمون رو پیدا میکنیم. دامنه موزیلا پلی بود، اینجا روش کلیک DNS. این قسمت که میبینید من DNS رو وارد کردم. شما برای اینکه بتونید DNS رو وارد کنید یا ویرایش ردیف رو میزنید و اون DNS هایی که به شما داده رو به ترتیب اینجا وارد میکنید. من وارد کردم به 4 میبینید که DNS یکی هست، فقط اعدادش متفاوته و ثبت تغییرات رو میزنید. زمان ثبت نام یه سوال امنیتی برای شما ثبت میشه، یعنی خودتون ثبت میکنید اون سوال چی باشه و جوابش چی باشه. من یه تاریخ زدم که حالا تاریخ هر چیزی که هست میخوام یادم بیاد که چی میخوام بزنم و اونم وارد میکنم، هر چیزی که هست. عنوان مثال من اینجا ثبت تغییرات رو میزنم. یادتون نره که این بخش سوال امنیتی خیلی چیز مهمیه تو بخش دامنه ها. یا ثبت میزنید و تمام. هر از اینکه این کارو کردی دامنه های داتایار نهایتاً تا 1 روز طول میکشه که تا به هم دیگه متصل بشن و سایت رو به شما نمایش بدن. برای اینکه مطمئن بشید دامنه وصل شده به هاست یا دامنتون رو برمی‌دارید. هر از اینکه دامنتون رو وارد کردین وارد این صفحه میشین. اگه وصل شده باشه به هاست، اگه وصل نشده باشه ارور خود گوگله. این ارور خود هاسته که آقا چیزی نیست که من به شما نمایش بدم. تموم شد و رفت. الان ما دامنه رو به هاست متصل کرد، یه کاری نداریم که بکنیم. قسمت بعد قراره که ما وردپرس رو براتون نصب کنیم، یعنی بهتون یاد میدیم که وردپرس رو روی هاست خودتون نصب کنید و ازش استفاده کنید. بعدش هم شروع طراحی سایت تا 30 روز به صورت رایگان. شما کاملا بعد از این دوره میتونید یه سایت برای خودتون بالا بیارید. اگه سوالی بود از داخل کامنت ها بپرسید یا ادمین داخل تلگرام پیام بدید. ما همه سوالای شما رو جواب میدیم به صورت رایگان، مشکلی هم نداره. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو دیدی. اگه خوشت اومد حتما لایک کن، کامنت بذار و منتظر پارت بعدی ما باش. خدا نگهدار.